خصوصا در ماه مبارک رمضان، در ساعات شبی که الله ذوالجلال به ما توفیق بلند شدن برای سحری میدهد که به غیر از رمضان هم وقت سحر که به اصطلاح وقت نماز تهجد هست، بهترین لحظات ساعات اجابت دعا و مغفرت هست. ما که در طول سال این توفیق را پیدا نمی کنیم تا اینکه بلند بشویم و نماز تهجد بخوانیم، حداقل برای سحری که بلند میشویم این فرصت سحر را از دست ندهید و در اون لحظه قبل از سحری یا بعد از سحری اگر وقت داشته باشید 2 رکعت نماز تهجد بخوانید، دستهای خودتان را بلند کنید به درگاه الله ذوالجلال. هر چیز مشروعی را که میخواهید مطمئن بشوید که اگر درست بخواهید از الله ذوالجلال به شما عنایت میکند. مطمئن باشید که اگر در اون لحظات دستهای خودتان را بلند کردید، قلب خودتان را شکستید و به درگاه الله ذوالجلال کوبیدید، مطمئن باشید که الله ذوالجلال در مغفرت خودش را بر روح ما باز میکنه، در بخشش خودش رو بر روح ما باز میکنه و قلم عفو بر روی گناهان ما میکشه. شبخیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در و بام دوست برباز کنن، هر جا که دری بود به شب بربندن، الا در دوست که شب باز کند. الله ذوالجلال همه انسان ها وقتی که میخوابند درهای خانه ها و حیات خودشان را محکم میبندند که مبادا دزدی یا حیوانی وارد خانه و حیات اونها بشود. اما الله ذوالجلال وقتی که انسان ها میخواهند خوابند، درهای رحمت خودش رو باز میکنه، درهای رحمت خودش رو باز میکنه، درهای مغفرت خودش رو باز میکنه و ندا میدهد کیست در این لحظه که طالب رحمت و مغفرت من باشد. حالا اگر کسی در این لحظات، در چنین ساعاتی، در چنین ماه مبارک رمضانی با این همه خیر و برکات اون بخشیده نشه و با کوله‌بار معصیت به نماز عید بیاد و بگوید من نماز عید خواندم، کی مقصره در اینجا؟ آیا اون نباید مصداق این دعای جبریل و آمین رسول الله قرار بگیرد که هلاک بشود که رمضان بر او بگذرد و اون مورد مغفرت و بخشش الله ذوالجلال قرار بگیرد؟